سوالی 13 از موافقت‌های نابرابری و مجموع حل‌های آنها. 4 نابرابری داریم و باید موافقت کنیم کدام جواب درست می‌باید. من یک چند درس کرده بودم، الگوریتم گرفته بودم، اصلا درباره کوادراتی بود و در وقت داشته باشم با کسری هم بودن. اگر نابرابری ندارید اول همونها رو یک تفتیش کنید، بعد به اینجا وای کنیم این رو تماشا کنید. در اینجا چون که هم کوادراتی است، هم ریشه است، هم لوگاریتم است، علاوه‌اش بیایم میشود. بیاین پیاز کار کردن، هر یک تاش رو کار میکنم. اول به این فونکسیون، به این نابرابری نگاه کرده من بعضی جواب تخمین کرده میتونم، چون که اگر نابرابری رو دونه چی معنی دارد؟ جای x کدام عددهای مونم، یعنی جواب من درست میشود. و در اینجا ریشه دارم، درجه ریشه چی است؟ جفت است. در اینجا a میخیل است، b میخیل است. یعنی در این ریشه منفی شده نمیتونم. بعضی رقم ها رو من عددها رو تخمین کرده میتونم. مثلا در این اول x نباید با از 7 مایده باشد. یعنی اگر من جای x یک مونم در این ریشه مینوس میشه، این خطا میشه. یعنی جوابی من اگر یگان میخوای عددی افتتونم، مثلا جوابی 5 d 5 شده نمیتونه، چون که اگر وقتی 0 میمونم یا که مینوس 2 میمونم خطا میشه. مثلا 4 هم مونده نمیتونم، چون که گفته که 4 چی میگوید؟ یعنی 5 و 7. یعنی 5 رو اگر من مونم یکم ریشه درست میشه، لیکن دوم ریشه خطا میشه. یعنی بعضی جوابش ما تخمین کرده میتونه. باز مثال لوگاریتم هست. لوگاریتم همین چیش اساسش از x موندگی از 9 باید کلان باشد. این طرف هم از 9 باید کلان. یعنی با تخمین کنم میدونم که b 5 شده نمیتونه، چون که در b من منفی عددهایی دارم، شده نمیتونه. و از اینجا تخمینی من برای d کار نکرده، مثال d به فکر من 3 میشود، چون که در یک خودی این 3 من x از 7 کلان هست، دیگر همجا از 7 مایده، یعنی خطا هست. یعنی تخمین کرده میتونیم بعضی جواب رو. خیلی بیاین کار کنیم. این یک انالیز بر این شد. بعضی جواب تخمین کرده میتونیم، لیکن نه همش رو. اگه بسیار کار میکنید تخمین شما آسان تر میشود. خیلی بیاین یک با یک کار کنیم. من در پایان هر یک آنها رو باید کپی کرده موندم. این مثال رو کار کنیم. چه کار میکنیم؟ اول هر طرف رو به درجه 4 میگیرم و میبینم چی میشود. 4 مینوسی x x مینوسی 2 از یک خورد. این یک حالتی کار. این رو باید کار کنم. باز دویم چی؟ در اون ریشه هم وقت باید از نو کلان باشد. دو چی رو باید به نظر گیرم. همین چی هم باید از نو کلان باشد. یعنی برای این مثال کار کنم دو حالت رو باید به یک جایگی باید فکر کنم. کار کنیم. یکمش چی میشود؟ خواست رو اگر شما 4x مینوسی x کوادرات 4x مینوسی x کوادرات مینوسی 8 جمع 2x یک رو به طرف چپ گیرم از 9 خورد. یعنی مدلوی کوادراتی رو در درس‌های پیشین فهموندم. چقدر ساده کنیم؟ اگر این مینوس x کوادرات جمع 6x مینوس 9 از 9 خورد. میتونم به مینوس نویسن، چون که فقط پیاز x قدر منفی باشد طلبو آمیخته میکنم. چیکار کنم؟ میتونم همه ایفادو به مینوس ضرب کرده این نابرابری جایش رو عوض میکنم، یعنی طرفش رو عوض میکنم. این میشه x کوادرات مینوس 6x جمع 9 از 9 کلان. و این رو اگر من کار کنم این خیلی نمیشه میتونم با قوس وجود کنم. اگر دکتر داشته باشه این خیلی نمیشه میشه. و از اینجا چی معلوم میشه؟ جای x چی که منمونه، یعنی 3 رو تر میکنم و کوادرات رو بیارم هم وقت مثبت میشه. یعنی اینجا x همه چی شده میتونه، x هم عدد هوش نمیتونه، هم عدد هوش نمیتونه. در اینجا یکم پرابلم نداریم. دویم قسمش رو بینیم. یکم شرط هست یا نه. دویم قسمش رو باز همین قوس میشه، یعنی که به مینوس 1، چون که در این ریشه باید هم وقت از 9 کلان باید باشد. قسمی دویمش رو کار میکنیم و این آگه به قوس جدا کردن ریشه هاش چی هست؟ x برابر 4 و x برابر 2. وقتی ما ریشه ها رو میدونیم چیکار میکنیم؟ نابرابری رو چیکار میکنیم؟ ریشه از مینوس به آخر سر میکنیم. بعد ریشه خردترین رو میمونیم 2 4
و بیاخیر و بین این فاصله ها عدد رو انتخاب کرده با این نابرابری میمونیم. با ما جواب لازم نیست، با ما اشاره لازم است. با این مینوس بیاخیر و 2 کدام عدد هست؟ مثلا 9 جای x اگر 9 من جای مثبت است یا منفی است چی میشود؟ منفی. بین 2 و 4 کدام عدد هست؟ 2 از 1 3 گیریم چی میشود؟ مثبت. بین 4 و بیاخیر بگذار میلیون باشد مثلا چی میشد؟ منفی. با ما از آن کن و یعنی مثبت لازم است. یعنی از اینجا معلوم میشه که در یکم حالت همه x هاشون میتونن یگان جواب ندادن، لیکن در دوم حالت درونی ریشه باید x من از 4 خورد و از 2 باید کلان باشد. این یکمش. ببینیم جواب هست بین 2 و 4 یعنی a 2 میشود. سوال کمتر دراز میشود. خیلی کار کنیم همش رو برای فهمیدن. اکنون دوم قسم لوگاریتم. لوگاریتم چه کار میکنیم؟ اینو کمتر پایان گیرم اگر جا نرسد و دیگر رنگ رو انتخاب کنیم. لوگاریتم چه کار میکنیم؟ لوگاریتم برای کار کردن به شکل درجه گردانید. اینم فهمیده بودمش در ویدیو لوگاریتم شما باید دونید. یعنی این چی میشه؟ x کوادرات مینوس 3x از x خورد. x رو به طرف راست گرفتم و این رو باید کار کنم چی میشه؟ x کوادرات x رو به طرف چپ گرفتم یعنی کوادراتی بود شد مینوس 4x از 9 خورد. در اینجا شرطی هم دو شرط است، یعنی x باید از 9 کلان باشه، این قسم باید از 9 خود یعنی از 9 باید کلان باشه. این از قاعده لوگاریتم میاد. یعنی این شرط یکم ما برگردوندم. شرط دوم x باید از 9 کلان باشد یعنی اساس و شرط سوم حتی 3 شرط است. این قسمی وایش هم باید خود از 9 باید کلان باشد یعنی 3 شرط است. و از اینجا ریشه ها چی است؟ یعنی تست کار کنم کوادراتی است. ریشه ها رو میبینیم 0 و 4 است. باز همین و میکشیم مینوس به آخر 0 4 و به آخر. چیکار میکنم؟ عدد ها رو میمونم بین مینوس 0 مینوس به آخر و 0 برای این کار کردن مثبت یا منفی میشه. مینوس 10 گیرم اگر پلوس میشد. بین 0 و 4 1 رو گیرم چی میشد؟ منفی میشد. بین 4 و به آخر صدرمون مثبت میشد. لحظه اینجا با من چی دکر؟ از 0 خورد یعنی منفی لازم است. این قسم انتخاب میکنم. دوم باید x از 0 کنم. اگر من اینجا x از 0 خورد میشد باید فقط یعنی باید اختصار کنم یا باید نشود چون که دوم شرط میگه که x هم وقت از 0 کنم و این قسم ما x بین 0 و 3 این مینوس به آخر 0 و 3 ریشه هاش این چند باید به نظر گیریم. چی میشود؟ باز با هم خیلی رو میرویم. مینوس 10 گیرم پلوس میشود. بین 0 و 3 گیرم این چند میشود؟ 0 و 3 گیرم 1 رو گیرم این منفی میشود. بین 3 و به آخر گیرم مثبت میشود. از اینجا با من مثبت لازم است. اکنون یا کنید 3 نمود جواب است. بین اینها و هر سهش کدام عدد ها عمومی هستند یعنی برای همه آنها یک خط هستند. یک نیا کنید از دویم رو x باید از 9 کلان باشه یعنی این قسم ما اینجا باید اختصار این رو انتخاب نکنم باید این نمیشه چون که قاعده یعنی به شرط دویم روزی نیست. دو چی مود بین 3 و آخر و بین 0 و 4 نیا کنید بین 3 و آخر 0 و 4 اگر من 4 کلمه گیرم برای یکمش خطا میشد یعنی جوابی من باید از اینجا تا 4 باید باشه. بعد 4 باید اختصار کنم چون که وقت کلمه با یکم شرطم طور نمیبید. و از اینجا میگوید که بین 0 و 4 در اینجا میبینم که 0 1 2 طور نمیبید یعنی اینجا هم باید اختصار کنم بین 3 و 4 یعنی عددهایی که بین 3 و 4 هستند برای من برای شرط من درست میبید. یعنی x من از 4 خورد و از 3 کلان 3 درونش نیست چون که وقتی 3 رو اینجا میمونم برابر 9 میشم لیکن من از 9 کلان باید باشد. 4 رو انتخاب کرده میتونم میگم محصول ندارد یعنی بین 3 و 4 جواب رو میبینیم
همه خیلی جواب هست یا نیست؟ بین 3 و 4 هم و ب 1 می شود. ب 1 اکنون C خیلی یا اونجا مشکلی ندارد. تست کنیم کواdraتی است. دیگر رنگ رو انتخاب کنیم تست کنیم چی میشود؟ قوس رو باید کشویم و 20 رو به طرف چپ باید گیرم. چی میشود؟ x کوادرات مینوس 2x مینوس 3x جمع 6 مینوس 20 از 9 خورد x کوادرات مینوس 5x مینوس 14 از 9 خورد. ریشو رو باید بیاریم و قوس رو جدا کنیم. چشتونش ممکن x مینوس 7 x جمع 2 از 9 خورد. ریشوی من 7 و مینوس 2 و نوباره به کار باید کنم. از مینوس به آخر سر میکنم. بعد ریشه مایدن مینوس 2 بعد 7 بعد به آخر و از اینجا با همه منطق باید مینوس به آخر مینوس 2 رقم انتخاب کنم. بگذار چند باشد؟ مینوس 10 مینوس 10 رو به این فود مونم پلوس میشد یا مینوس پلوس مینوس 2 و 7 0 رو انتخاب کنید آسان تر است. مینوس 100 رو انتخاب کنید پلوس از اینجا با من چی هست؟ نیا کنید از 9 خورده کن یعنی بین مینوس 2 و 7 جوابی من درست. اینجا برابر است x من بین 7 و مینوس 2 این جواب هست مینوس 2 و 7 یعنی C 5 می شود. مینوس 2 و 7 آخرانش موند. آخرانش مدل کار کنم همچین یعنی باید از ریشه اول باید خلاص شیم لیکن در اینجا باز 3 شرط هست. شرط به اول نویسیم. شرط یکم x جمع 5 از 9 باید کلان باشه. شرط دوم x مینوس 7 باید از 9 کلان باشد و شرط سوم همین خودی همین ifade رو کار میکنم. از اینجا یکم شرط x از مینوس 5 باید کلان باشد. دوم شرط x باید از 7 کلان باشد. حتی اینو تخمین کردیم در اول. خیلی بیاید کار کنیم و سوم شرط این باید کوادراتش رو من گیرم. برای آسان تر شدن کوادرات رو گرفتم. بیاید خیلی کار کنیم یعنی این مینوس رو این قسم رو به طرف راست گیرم و چی میشود؟ بیاید میشه کنیم ریشه x جمع 5 کلان از 2 جمع x میشه. برای چی خیلی برای کارم آسان شده نش تستر کار کردم. کوادرات رو باید میگیریم هر طرف رو. این نموده مدل کار کنیم. اگر خواهید و تفتیش کنیم چی میشود؟ x جمع 5 میشود. این سوم شرط فراموش نکنیم و اینجا چند میشود؟ 4 جمع 4 x مینوس 7 جمع x مینوس 7. من خواست رو کوادراتش رو یک بار استفاده بردم. برای اکنون بیاین x با عددهای به ریشه دار رو به طرف چپ گیریم. چی میشود؟ این x ها اختصار شد. نیا کنیم با این x 5 هست 4 1 میشود 8 میشود 8 x مینوس 7 شد. 4 هم اختصار کنم تقسیم هر طرف به 2 کنم 2 x مینوس 7 باید بر هر طرف رو کوادراتش رو میگیرم. چی میشود؟ 4 x مینوس 7 این رو باید کار کنم. این چی میشود؟ یعنی این چی میشود؟ 7 رو به طرف چپ گیرم 11 x از 11 خورد. از اینجا چی گفتیم؟ x از مینوس 5 کلان x از 7 کلان. خیلی برای همه اینها x از 7 کلان باید شود. x از مینوس 5 باید یعنی مینوس 4 من به دویمش مانده نمیتونه یعنی 7 کلان اونجا هم به یکم و به دویم درست میشه. x از 7 کلان یکی از 11 خورد یعنی جوابی ما بین 11 و 7 میشود. یک چی فراموش کردم قوس رو مونده کوادرات رو نشون دادم. هر طرف رو کوادراتش رو میگیریم بعد دام دادیم یعنی بین 7 و 11 تخمین کرده بودیم حتی چون یک تمون درست می آمد 7 و 11 یعنی D 3 شد C 5 شد D چند بودیم 3 D 3 می شود. کانتر درسی دراز شد لیکن خیلی موضوع سوالای مشکل تر بود یعنی باید فهمونم بود.